موضوعیه که دیگه برادر بالا کرده که اگر امریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش باگرام میت یا نه. اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه، باگرام چی؟ بلکه یک گز زمین هم داده نمیشه. یه موقف امارت است، یه موقف مردم است. مردم است. اگر اینطور میشد پس چرا 22 سال پیش چرا این چیزا را قبول نمی کردیم که ای که شهدا دادیم، ای که در بدری آمدی که رهبرا شهید دادیم، اینمی کارا که شد خود در مقابل ازی شد. وقتی که ما در دوحه مذاکرات داشتیم، باور بکنید بسیار به صراحت با امریکایا و با دیگه خارجه می گفتیم، همه از طرف تیم مذاکراتی، که ما یک فردم در یونیفرم نظامی شما را قبول نداریم.